ببین یک ساختمانی که سیستم گرمایشش خاموشه اینجوری نمایش داده میشه. حالا ساختمانی که سیستم گرمایشیش روشن هست و سکنه داخلش هست. این منطقه الهی است. این ساختمان دادگستری، اون ساختمان‌های مرزبانی که داره ساخته میشه و این هم سازمان ثبت اسناد هست. حالا همینطور که ملاحظه میکنید ساختمان دادگستری سیستم گرمایشش فعاله و توی داریم گرما رو میبینیم که از پنجره ها تشعشع بنده، در حالی که ساختمان تازه ساز مرزبانی هیچ حرارتی نداره. همینطور ساختمان سازمان ثبت اسناد هم که ملاحظه میکنید گرما رو نشون میده. متاسفانه این آموزشگاه مدرسه هم سیستم گرمایشش فعاله. امروز صبح 7 اسفند 403. متاسفانه این مدرسه مثل این که سیستم گرمایشیش روشن امروز که 7 اسفند و 2 روز هست تعطیله.